وقتی مردم نباشه عمر نظام کوتاه‌تر میشه. گفتم اشتباه اول شما این بود که عامه استاد مزاری رهبر ما بود، به شما اعتماد کرد، خودو به دامن شما انداخت، میگفت افغان دامن داره، ولی خب ندیدیم دامن را. مثلا خب گذشته رو دیگه ما یاد نمی کنیم، ولی یک پاسنج به اعتمادی گذاشته شد. اگر گلایه میکنه که 20 سال با ما همکار نکنه، خب این به اعتمادی رو شما خلق کردید. بعد گفتم مسئله دیگه مسئله مذهب است. مذهب نقطه خیلی حساس است. شما فقه جعفری را نصاب تعلیمی انداختید. این مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن. این مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است تا هنوز مذهبش همراهش بوده است. مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز رو از اینا گرفتیم. این خوش کنید. گفتم هیچ شیعه سنی نمیشه، ولی سنی هم شیعه نمیشه. به مذهب مردم کار نگیریم. این مسئله دوم. گفتم نقطه سومی که خیلی حساسه برای این مسئله ناموس است. وقتی کار برسه به بحث ناموسی، خب از اسلامیت هم گذشته مسئله افغانی بودن هم در قبال ناموس حساسیت نشان میدهد. ولذا شما در رابطه با این سه مسئله خیلی برخورد شد که بالاخره خب این مردم شما فاصله گرفت. حالا هم باید ترمیمش بکنی. این مردم شماست، این ملت شماست. افغانستان کشور مشترک ماست. اقوام در افغانستان حق سکونت و زندگی دارن، مذاهب در اینجا حق سکونت و زندگی دارن. عرض کردم برادر، قبل از آنه که امام اسلام بیاد، من به همه وکلا گفتم، به اساتید طلاب بدخشان تا نومیش گفتم که تقابل ایجاد نکنید. تقابل به صلاح نیست. حالا میگیم تقابل مردم به صلاح نیست. ما طرفدار نزاع نیستیم، طرفدار جنجال نیستیم، طرفدار جنگ نیستیم. ما خواهان تعاملیم، خواهان برادری هستیم، خواهان همدلی هستیم، خواهان خب زندگی مسالمت‌آمیز و برادرانه و هموطنی‌مان هستیم. ما 2 سال و 7 ماه این شعار رو میدیم، عملا کردیم. ولذا اما در این 2 سال و 7 ماه مقامات به عالی امام اسلامی ما اصلا جوابی نداده است. نمایندگان شورای علمای شیعه میره در قندهار 5 روز 6 روز میمونه اونجا، به حضور پذیرفته نمیشه، برمیگردد. اما یک مولای پاکستانی در دفعه درست کل مقامات رو میبینه. این جای گلایه است که انسان از رهبری امام اسلامی، از جناب آقای هیبت الله خب گلایه مند بشود. در دنیا رسم است برادران، سخنم با مقام رهبری است، با دیگران نیست. در دنیا رسم است وزیر خارجه با وزیر خارجه حرف میزنند، وزیر دفاع با وزیر دفاع حرف میزنند، رئیس با رئیس جمهور حرف میزنند، معاون با معاون حرف میزنند. در استقبال همینطور در مملکت